اعتراضات بازاریان و مردم به بی‌ثباتی اقتصادی در ایران تا پیش از فراخوان رضا پهلوی در بستری مسالمت آمیز پیگیری می‌شد، اما با ورود این فراخوان‌ها به صحنه، اعتراضات مسالمت آمیز به سمت آشوب و خشونت سازمان یافته هدایت شد. همزمان با این تغییر فاز، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز با انتشار آمارهای نجومی تصویری از یک فاجعه ملی را به جهان مخابره کردند. خیلی صحبت میکنم صدام میگیره جناب رجبیان عزیز، برای اینکه این آخرین اخباری که دست ما میرسه از سوی منابع بی‌طرف پزشکی ایران، اینا شمار کشته ها رو بالای 60,000 اعلام میکنن. شواهد تازه از کشته شدن بیش از 36,500 شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی حکایت داره. کارمندان و میهمانان این شبکه‌ها هم با بغض و اشک‌های نمایشی نقش عزادار مردم را بازی می‌کردند. اینو گردن شاهزاده نندازید، اینو گردن من نندازید، گردن شما هم نیست، گردن هیچ کس دیگری نیست. یک مقصر داره و جمهوری اسلامیه. ما هیدر نگفتیم، ما ایران رو نابود نکردیم، ما بچه‌های مردم رو نکشتیم، ما داریم سعی می‌کنیم اینا رو نجات بدیم. آیا شما حدس می‌زدید که چنین کشتاری در پی فراخوان صورت بگیره؟ آیا هشدار رو دادید به کسانی که فراخوان می‌دادند؟ ابهامات ایجاد شده پیرامون آمار کشته شدگان باعث شد دولت ایران با انتشار یک لیست رسمی به شایعات پایان دهد، اقدامی که رسانه‌های فارسی زبان را در چالشی جدی قرار داد. این رسانه‌ها که پیشتر با اتکا به اعداد نجومی مدعی وقوع یک کشتار وسیع بودند، پس از انتشار لیست دولت در ارائه اسامی مورد ادعای خود درماندند. شبکه اینترنشنال در سایت اختصاصی خود برای ثبت کشته شدگان تنها نام 1141 نفر را منتشر کرد. فهرستی که ایران اینترنشنال در اختیار داره که همونطور که اشاره شد بیش از 1000، یعنی نزدیک 1000 دقیقاً 1141 عنوان تا لحظه‌ای که ما بیانیه رو تنظیم کردیم اسم و مشخصات در وبسایت ما وجود داره و با التماس از مخاطبانش درخواست کرد تا برای تکمیل ادعای این شبکه اسامی را ارسال کنند. شهروندان در واقع ازشون دعوت می‌کنیم که اگر اطلاعاتی دارن و اگر که دسترسی دارن در واقع به اطلاعات جاویدنامان انقلاب ملی، اونها رو با ما به اشتراک بذارن. BBC فارسی نیز تنها به انتشار یک لیست 200 نفره اکتفا کرد. تصویری که مخاطبان دارن میبینن اینجا این صفحه BBC فارسیه و اگر برین توش میتونید به این صفحه دست پیدا بکنید. اینجا ما بیش از همونطور که گفتید 200 کشته شده رو داریم. همین لیست های منتشر شده هم خالی از اشکال نبود. اسامی تکراری و فامیلی هایی که با 2 رسم الخط نوشته شده بودند تا فقط لیست پر شود. این افتضاح تا جایی پیش رفت که کارمندان این رسانه ها به ساختگی بودن آمار خود اعتراف کردند. خواستن از ما که نام ببرید، که نام اینها رو منتشر کنید. چرا نامشون رو منتشر نمی‌کنید؟ ما 2 مرحله عدد اعلام کردیم، یک بار 12500، دفعه دوم در واقع 36500. ما هرگز نمیتونیم به اون عدد کامل و درست برسیم. درماندگی این رسانه‌ها در اثبات ادعای خود نشان داد که آمار این شبکه‌ها نه از دل واقعیت‌های میدانی، بلکه محصول مستقیم اتاق فکر مشترک آمریکا و اسرائیل با همکاری رضا پهلوی است. پروژه‌ای که نه برای آزادی، بلکه برای ویرانی ایران طراحی شده بود. واقعاً این رسانه‌های عظیمی که خودم خیلیاش میرفتم، مثلا ایران اینترنشنال و غیره، که اصلا نگاه می‌کنید و اینطور داره پروپاگاندای جنگ رو با اخباری که داره برساخته است می‌برش، اصلا باور نکردنیه. داره به تو میگه 12000 تا 13000 تا 40000 تا 50000 تا 60000 تا، به تو میگه که تو داری نزدیک جنگ غزه‌ش می‌کنی، چرا داری این کارو می‌کنی؟ رسانه‌هایی که درگیر این ماجرا هستن میلیون پشتشون سرمایه هست. به صورت مستقیم و واضح روی یک خط فکری سیاسی اجماع دارن میسازن برای حمله نظامی به یک کشوری. تو حق نداری از عدد کشته شده برای اجماع سازی برای حمله به کشور من استفاده بکنی، حق نداری این کارو بکنی. حقیقتی که گزارش اخیر روزنامه فیگارو نیز بر آن مهر تایید زد. فیگارو در گزارشی فاش کرده که یک کارزار اسرائیلی با شبکه‌ای از اکانت‌های جعلی مأموریت داشته با بزرگنمایی رضا پهلوی به عنوان تنها آلترناتیو در میان اپوزیسیون اجماع جهانی برای حمله به ایران بسازند. شخصی که همواره مدعی است قلبش برای ایران می‌تپد، امروز نبضش را با اتاق فکرهای آمریکا و اسرائیل تنظیم کرده و سوار بر موج آمار و اکانت‌های فیک بیگانه به دنبال اجماع جهانی برای جنگ با مردم ایران است.